سرخط خبرها. گسترش روابط دیپلماتیک میان کابل و مسکو. ولادیمیر پوتین اعتبارنامه سفیر افغانستان در روسیه را تحویل خواهد گرفت. البته روسیه کشور همیشه دوست افغانستان است و مناسبات خوب دیپلماتیک با افغانستان دارد. اختلاف بر سر پذیرش پناهجویان افغان در سنای امریکا. دموکرات‌ها بر لزوم حمایت انسانی و پذیرش پناهجویان تاکید دارند. خودشان 100,000 مهاجر به شکل درستش نمیپذیرد. تاکید سرپرست سفارت افغانستان در هند بر حل مشکل بازرگانان افغان. نور احمد نور اطمینان داد که به مشکل بازرگانان افغان مقیم هند رسیدگی خواهد کرد. و هشدار ایران از پیامد خطرناک حمله احتمالی امریکا به این کشور. عباس رقچی میگوید که تجربه های شکست خوردن نباید دوباره امتحان شود. سلام و وقت شما بخیر. به مجموعه خبری این ساعت از میز خبر خوش آمدید. امروز پنجشنبه 25 جدی 1404 هجری خورشیدی است که برابر میشد با 15 جنوری 2026 میلادی. و شروع خبر. روسیه اعلام کرده است که اعتبارنامه سفیران تازه منصوب شده بیش از 30 کشور از جمله افغانستان در مسکو برای رئیس جمهوری این کشور تحویل داده خواهد شد. آگاهان این اقدام را نشانه ادامه روند عادی‌سازی و گسترش روابط دیپلماتیک میان کابل و مسکو می‌دانند. گزارش از نستر نمیری. پس از گذشت 6 ماه از به رسمیت شناختن امارت اسلامی از سوی روسیه در ماه سرطان 1404 کرملین در اعلامیه اعلام کرده است که قرار است اعتبارنامه سفیران تازه منصوب شده بیش از 30 کشور از جمله گلحسن حسن سفیر امارت اسلامی افغانستان در مسکو تحویل رئیس جمهور روسیه شود. اقدامی که نشان دهنده ادامه روند عادی‌سازی و گسترش روابط دیپلماتیک میان مسکو و کابل است. این یک حرکت کاملا دیپلماتیک و مثبت است و باید به دو مرحله اول اعزام اعتمادنامه است یا نامه برای کشور از جانب رهبر کشور اول برای کشور دوم و بعد از او قبولی و پذیرش است و در فرجام اعتمادنامه را میگیرن و پذیرش میکنن و مراحل دیپلماتیک سفیر تامین میشه. البته روسیه کشور همیشه دوست افغانستان است و مناسبات خوب دیپلماتیک با افغانستان دارد. اما پرسش این است که پس از گذشت 6 ماه علت تعلیق پذیرش اعتبارنامه چی بوده و چرا روسیه روند رسمی روابط دیپلماتیک با امارت اسلامی را به تأخیر انداخت؟ دلایل تأخیر ای که چرا تأخیر شد فکر کنیم که شامل نگرانی‌های امنیتی گذشته بود، سابقه تاریخی که جنگ شوروی با مجاهدین در افغانستان بود و احتیاط برای هماهنگی با فشارهای بین‌المللی بود که تحریم‌های غرب را دیکته می‌کردند و در کنار اونها تهدیدات داعش بوده ولی منافع اقتصادی، ژئوپلیتیکی، تجارت و تضعیف نفوذ آمریکا باعث تسریع تصمیم شد. روسیه همواره در روابطش با افغانستان از سرفندهای استخباراتی کار گرفته و روابط فعلیشان فقط به خاطر مهار کردن رقابت‌های بین‌المللی که با قدرت‌های بزرگ داره صورت گرفته. گفتنی است که روسیه نخستین کشوری بود که امارت اسلامی را به طور رسمی به رسمیت شناخت. در ادامه این روند امارت اسلامی نیز در اوایل ماه جوزای 1404 گلحسن حسن دیپلمات پیشین خود در قنصلگری کویت پاکستان را با عنوان سفیر افغانستان در مسکو معرفی کرد. اختلاف بر سر پذیرش پناهجویان افغان بار دیگر در سنای امریکا بالا گرفته است. سناتورهای جمهوری‌خواه دولت بایدن را به انتقال افغانها بدون بررسی‌های امنیتی کافی متهم کردند، در حالی که دموکرات‌ها بر لزوم حمایت انسانی و پذیرش پناهجویان تاکید دارند. گزارش از اناهیتا اندر. بحث بر سر پذیرش پناهجویان افغان بار دیگر به اختلاف میان جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها در سنای امریکا انجامیده است. سناتورهای جمهوری‌خواه دولت جو بایدن را به انتقال افغان‌ها بدون بررسی‌های امنیتی کافی متهم کردند. چک گریسلی، رئیس کمیته قضایی سنا، گفته که در دوره بایدن حدود 76,000 افغان تحت عنوان مشروطه بشردوستانه موقت وارد امریکا شدند که بسیاری از آنان سابقه همکاری با ایالات متحده را نداشتند. از سوی دیگر سناتورهای دموکرات
از سیاست‌های دوره دونالد ترامپ از جمله اخراج پناهجویان افغان و تعلیق روند صدور ویزای ویژه مهاجرتی SIV انتقاد کردند. انتظار می‌رود دولت آمریکا با در نظر گرفتن تعهدات بین‌المللی خود هرچه سریعتر تصمیم عادلانه و انسانی را برای جلوگیری از بازگرداندن و اخراج‌های اجباری این افراد اتخاذ نماید. همزمان با این وزارت خارجه ایالات متحده در یادداشت روند صدور ویزا برای شهروندان 75 کشور به شمول افغانستان، ایران، ونزوئلا و روسیه را به حالت تعویق درآورده است. بر بنیاد گزارش شبکه فاکس نیوز به سفارت‌ها و قنسولگری‌های امریکا دستور داده شده تا پس از 21 ماه جنوری تصمیم‌گیری‌های مربوط به ویزا را متوقف کرده و روند ارزیابی را بر اساس قوانین مهاجرتی موجود دوباره بررسی کنند. ملل متحد در امریکاست، اونا باید به حقوق مهاجرین رسیدگی بکنن، حقوق از اونا را باید برشان به شکل احسنش منیس یک کشور بزرگ جهان که به لحاظ اقتصادی، سیاسی یک قدرت بزرگ جهان است و ادعای حقوق بشر و پرداخت حقوق مهاجرین در دیگر کشورها داره، خودشان 70 یا 100,000 مهاجر به شکل درستش نمیپذیره. این دیگه فکر میکنم به لحاظ اخلاقی و سیاسی یک اقدام نادرست است. ټول نړۍ کې د مهاجرینو لپاره خاص قوانین دي چې هغه د ملل متحد د سازمان لخوا نه وضع شوي او په هغه باید عمل وشي. هیڅ هیواد حق نه لري چې یو مهاجر په زوره له خپل هیواده وشړي. این در حال است که وزارت امور خارجه امریکا در ماه نوامبر 2025 به تمامی سفارت‌ها هدایت داده بود که معیارهای جدید ارزیابی ویزا را بر اساس ماده کمک عامه قانون مهاجرت عملی کنند. نور احمد نور سرپرست سفارت امارت اسلامی در دهلی نو با شماری از بازرگانان افغان مقیم هند دیدار کرده است. در یک خبرنامه سفارت امارت اسلامی در هند آمده که در این دیدار در مورد رسیدگی به مشکلات تجار افغان صحبت شده و نور احمد نور اطمینان داده که به مشکل آنان رسیدگی خواهد شد. و در ادامه همچند خبر کوتاه جهان. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران خطاب به دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هشدار داد که اشتباه ماه جون را تکرار نکند و تاکید کرد که تجربه های شکست خورده نباید دوباره امتحان شوند. او همچنین تاکید کرد که عناصر تروریستی حمایت شده از خارج در اعتراضات نفوذ کرده و به مردم و نیروهای امنیتی ایران تیراندازی کردند. عراقچی این اقدام را توطئه‌ای از سوی اسرائیل برای وارد کردن آمریکا به درگیری دانست و نسبت به پیامدهای وخیم تشدید تنش‌ها هشدار داد. استیو ویتکاف نماینده ویژه رئیس جمهوری آمریکا در امور خاور میانه از آغاز مرحله دوم طرح آمریکا برای پایان دادن به جنگ غزه خبر داد. مرحله‌ای که شامل خلع سلاح کامل حماس، تشکیل اداره انتقالی تکنوکرات و بازسازی نوار غزه است. و اعلام کرده که طرح 20 ماده‌ای دولت دونالد ترامپ وارد فاز جدید شده و از آتش بس به سمت خلع سلاح، حکمرانی تکنوکرات و بازسازی حرکت می‌کند. ویتکاف تاکید کرده که حماس باید به تمام تعهدات خود از جمله بازگرداندن آخرین گروگان جان باخته پابند باشد و هشدار داده که در صورت عدم همکاری پیامدهای جدی در پی خواهد داشت. این در حالی است که حماس بارها اعلام کرده که بعد توافق آتش‌بس در غزه پابند بوده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین را مانع اصلی برای رسیدن به ختم جنگ اوکراین دانست. ترامپ گفت که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه آماده است تا توافق کند. پیش از این نیز واسیل نبنزیا سفیر روسیه در سازمان ملل گفته بود که زلنسکی تلاش‌های میانجیگری آمریکا را تضعیف می‌کند. تلاش‌های ترامپ برای دستیابی به یک راه حل مسالمت‌آمیز در درگیری اوکراین در حالی است که زلنسکی همچنان اصرار دارد که نمی‌توان از برخی خطوط قرمز عبور کرد. موضوعی که به گفته روسیه واقعیت‌های میدان نبرد را نادیده می‌گیرد. سپاسگزاری میکنم از همراهی شما تا این دم. به همین ترتیب رسیدیم به پایان مجموعه خبری این ساعت از میز خبر. تا دیدار بعد باشید.